اولین ویدیو این هفته مال سال 2011 منتها این هفته یوهویی وایرال شدش. یعنی احتمالاً همه به این نتیجه رسیدن که آقا بیاید به این دو تا سگ بدبخت کمکی بکنیم. ببینید ویدیو رو. It's lazy. Oh my. What the hell, lazy? That's lazy. Hey, butter. What going on, huh? What happening? Oh my. What? Ugh. Talk about horn dog, huh? Funny. Crazy. Oh, he did it. Oh shit. I think he's stuck. Oh my god. Oh my god. Oh. Oh my god, I think he's stuck. His paper is stuck in butter. Oh no. Oh no. Butter. You hurting? What the hell? Oh no, it's stuck together. Butter, like you jackass. I hate it when you do this. Just stuck together. Ass to ass. Poor butter. Lazy, like, I don't know who you're talking about. Butter's like, you jerk, I hate you. You always do this to me. You do me in the butt and then you get stuck and Lazy go, I don't know what you're talking about, baby. You have a problem right now. Stop growling at me. Then Butter say, you're a penis, Lazy. So now what do? I don't know what to do. They're stuck. They're connected by the butt. I'm so confused. God damn, Lazy. It's okay. You're the man, Lazy. You're the goddamn man. Okay, so I just went inside my house, but then I come out maybe 3 minutes later and the two doggy on the bottom of the steps. این همه مشکلات و بدبختی فرض کنید که واسه دو تا آدم به وجود میادش. یعنی دو نفر دارن یه خاک برسری میکنن، بعد حالا یه موجود گنده تر هم داره فیلم میگیره ازشون، چه میدونم فیلی، زرافه‌ای، البته اگر قادر به فیلم گرفتن بودن و حیونا، خلاصه داره از بالا هم فیلم میگیره ازشون. بعد توی اون شرایط قوز بالا قوزم به وجود بیادش، قفل کنی به هم دیگه. اصلا تصور کردنش هم ناجوره، چه برسه به اینکه واقعا اتفاق بیفته. سگ ماده حالا زیر لب یه قوری میزنه ولی در کل ماجرا خیلی با متانت برخورد میکنه با قضیه. ولی برای من جای سوال بودش که اینا که قفل شده بودن تو هم دیگه چجوری رفتن پایین پله؟ یعنی اول بالای پله بودن، بعد فیلم اینجا قطع میشه، اینا میرن پایین پله ها. نمیدونم چجوری. Lazy, like, I don't know who you're talking about. Butter's like, you jerk, I hate you. You always do this to me. You do me in the butt and then you get stuck in. بکش بیرون دیگه. قفل شده. خب چی کار کنم من؟ عجب بابا، سیستمی شده. چه نمیگن یارو از دیوار راست میره بالا، این یارو سپایدرمنشونه. My shoes are ridiculously slippery. So how are you gonna get down? Not the same way. Oh my god, you scare me, kid. این ویدیو رو که می‌دیدم همش برام جای سوال بودش که خب حالا دو طبقه رفتی بالا، قهرمان چجوری می‌خوای بیای پایین؟ نه واقعا. یا آدمایی هستن که میخوان بگن که آقا ما خیلی خفنیم، ما خیلی شاخیم، ما سالاریم، به ما نمیخوری، بخوری غر میشی و این بساطا. ولی یه چیزی هست که باید بهشون بگی برادر، کن این بهش میگن جاذبه، ول کنی میفته پایین. اینو که نمیتونی انکار کنی دیگه. دفعه بعدی که اومدی بگو درو باز کنم، در بیای بالا برادر، خدا شفات بده. البته دیگه از شفا گذشته، خدا بر رحمتت کنه، بوی الرحمن میادش. به دوست دخترت بعد کارتک بدیم از کف زمین با کارتک جمعت کنه.
و یه چیزی هم در مورد دوست دختر یارو، مثلا اومدی دل دوست دختر تو به دست بیاری یا اینکه چی بهش ثابت بکنی. اولا که دوست دختر اگه آدم بودش که رأی تو رو میزدش، نمیذاش که این کار احمقانه رو بکنی. ثانیاً هم که دوست دخترت یه دونه کار بیشتر نداشتش، اونم این بودش که تو داری میری بالا فیلم بگیره، تا به صحنه حساسش رسید فیلمو قطع کرد دختره. بعدش هم یه دوشکی ملافه‌ای چیزی اون زیر بذار، یه نخی سیمی بندی به خودت آویزون بکن. آخه این کارو نیستی برای چی الکی گنده کنی؟ حالا ببینم که من این دیوار میتونم برم بالا یا نه.ایی سرد بود که خیلی هم کار سختی نبود به سر شفتی بودش. امیدوارم که داره فیلم میگیره، قطع هم نکردیم ما مدیونید فکر کنید خالی بندیه. البته ورژن ایرانی این ویدیو هم اگه یادتون باشه هستش با یه خورده ارتفاع کمتر و البته دوست دخترش اسمش مریم بودش. قبل از اینکه ویدیو داغ این هفته رو ببینیم یه توضیح ریز در مورد بچلور پارتی بدم. البته یه سری ممکنه بدونن که چیه، یه سری نمیدونن چیه. اون برام دسته میگم که نمیدونن چیه. حالا نرید کامنت بذارید بگید که غلط کردی، تو نمیخواد تو ما چیزی یاد بدی، من خودم میدونم تو مثلا چی کاره میخوای من چیزی یاد بدی و این بساطا نباشه. تو کشورهای دیگه قبل از اینکه بخوان پسر یا دختر ازدواج بکنن یه شب قبل از عروسیشون مجردی با دوستاشون میرن خوشگذرونی و تفریحات سالم و اونجوری نه، یه خورده ملایم‌تر میرن با هم دیگه اشغال بکنن و اینا، برای اینکه دیگه از فردا قرار زندگی شروع شه و این آخرین شبیه که میتونن خوش بگذرونن. این آقا فردا قرار دومات بشه، بعد برابکس چشاشو بستن و آوردنش بالای یه کوهی، بهش گفتن که اینجا خیلی بلنده، باید چشاتو ببندیم تا بتونی بپری، اگه باز باشه نمیپری و میترسی این سیستما. خلاصه به هر حقه متوسل شدن که بگن که به بانجی جامپینگ وصلی و بعد اینجا بپری پایین. ببینید ویدیو رو. Three, two, one.
همچین رسم و رسومی ما تو فرهنگ ایرانی نداریم. یعنی دوماد از 6 ماه قبل به فکر حنابندون و نامزدی و پاتختی و روتختی و تو تختی و هزار جور کوفته زهرمار دیگه است. بعد اصلا مگه جرئت داری یه شب قبل از عروسی به نامزدت بگی من دارم با محمد اینا امشب میرم خوشگذرونی پسرونه؟ همونجا شق شقت که میکنه هیچ، بساط عروسی و عروسی اینا هم به هم میخوره. بعد نیست بعضی از این فرهنگای خارجی ها رو یاد بگیریم و ما هم انجام بدیم. نه حالا باز نه کامنت بذارید بگید که غلط کردی تو مردی که غرب زده تو خفه شد اصلا نمیخواد زر بزنی و اینا. خب من پدرام هستم. این 19مین قسمت برنامه داغ‌ترین بودش. فیسبوک ما رو لایک بکنید، یوتیوب ما رو هم سابسکرایب بکنید. هفته دیگه داغ‌ترین میشه 20 قسمت. واسه همینم ما یه دونه Q&A گذاشتیم یا همون پرسش و پاسخ. بیایید توی فیسبوک ما اون گوشه مسیج داره، مسیج شخصی ما بدید و سوال بپرسید، میخواید انتقاد کنید، هر چی که تو ذهنتونه که میخواید که ما جوابشو بدیم بهتون، در ارتباط باشید با ما که این کارو بکنیم. هفته دیگه به مناسبت قسمت 20مون تصمیم گرفتیم که آخر برنامه ما موزیکای ایرانی رو بذاریم، یعنی خواننده‌های ایرانی بذاریم، حالا قدیمی، جدید، آندرگراند، فرق نمی‌کنه، یه چیزی که انرژی خوبی بده. این هفته هم آهنگ سیروان رو میذاریم. من خودم با این آهنگ خیلی حال میکنم، یه جوری هر روز صبح که بلند میشم به این گوش میدم چون این انرژی مثبتی میده بهم. تا یک شنبه دیگه ساعت 7 شب به وقت ایران. خداحافظ. یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من انگیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده. دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد، اگه آسون یا سخت، ناامید نمیشم چون دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو. چشماتو وا کن، یه نگاه به خودتو دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده دنیا میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه، راه تو مشخص کن این یه انتخابه.